من قبلا سین دندانه‌دار رو بهتون گفتم که چجوری نوشته میشه. حالا میخوام خدمتتون بگم که بعضی جاها لازمه که ما سین رو به صورت کشیده هم بنویسیم. سین به صورت دندانه‌دار رو یه بار اول بنویسیم. 1 2 3. حالا دنباله دایرش رو که مثل نون میمونه. خب حالا سین کشیده. سین کشیده از این قسمت بالا، خط زمینه بالا، به این صورت میایم، این شکلی. حالا این قسمت دایرش دقیقاً شبیه نونه. این کشیدگیش تقریباً 7 نقطه است. ارتفاع این سینمون 2 نقطه است از این قسمتش. از این قسمت پایینش ارتفاع اینجا شیبش 2 نقطه است. خب یکی دیگه بنویسم. از این بالا به این صورت. حالا دایره این قسمت رو می‌نویسیم. این سین کشیده رو میتونیم اتصال داشته باشه مثلا به یک دندانه‌ای. حالا این سین به ب، این کشیده این شکلی میشه. اینجا مثلا به یک دندانه میخواد بچسبه، بعدش مثلا میخواد به آخر چسبان بچسبه، این شکلیه. مثلا تو کلمه گذشته قسمت آخرش یکی دیگه می نویسم. این شکلی. اینجا هم که یه دونه به، اصلا از خط زمینه نمیاد پایین. حالا اگه نقطه مثلا رشته میخوایم بنویسیم، رشته میخوایم بنویسیم، رشته به این صورت. رشته میخوایم بنویسیم بی آزار باشید و یزدان پرست. خب به ای رو من تا حالا بهتون نگفتم و اینجا میخوام اشاره کنم. برای نوشتن بی یه دونه شکل د این شکلی و یه دونه د برعکس. این یه د، این برعکس. حالا این شکلی میاد. اینم که مثل دوایر دیگه‌مون، مثل ای که نوشتیم، مثل نون که نوشتیم، سین که نوشتیم. پس قسمت اولش یه دونه د و یه دونه د برعکس. درشترش کنم که ببینیم. قسمت اولش یه دونه د، اینجاش هم یه دونه د برعکس. بی آزار بی آزار نقطه بی باشید این شکلی. اینم که قسمتش بد قبلا نوشتیم. میتونیم نقطه ها رو توی خوشنویسی آخر بذاریم، ولی چون گاهی برای اینکه بچه ها یادشون نره همونجا من میذارم که حواسشون باشه به نقطه ها. باشید و یزدان پرست و یزدان پرست. یزدان یه دونه نون می نویسیم اینجا، یک الف 2 نقطه‌ای و اینم که دایرش. یزدان پرست. بره مثل پله، بره. حالا دندانه هاش 1 2 3 رو این شکلی میکنیم، این شکلی 1 2 3
این صورت. بی آزار باشید و یزدان پرست. یه دونه د باز، دی که بازتره، یه دونه د برعکس و از اینجا هم که دایرشه. یادمون باشه این قسمت و این قسمت رو ببینید تو یک امتداد قرار گرفتن بین دو تا خط موازی. بی یکی هم ترکیب اتصال ب به ر، مثلا ب به ز، یه دونه این شکلی و یک ر مرغی این شکلی. مدلش رو ببینید با یه حرکت می‌نویسم. و سین به ته هم که 1 2 3 رو این شکلی می‌نویسیم. ببینید شیب یادمون نره. 1 2 3 این شکلی. اینجاش مثل 7 می‌کنیم، یه 7 بازی از اینجا به رو می‌چسبونیم. 1 2 3 رو این شکلی می‌کنیم، 3 رو این مدلی می‌کنیم، اینجاش 7. حالا به این صورت. حالا میخواد ب باشه، میخواد ت باشه، فرقی نمیکنه. این قسمت خیلی مهمه تو زیبایی خطتون، این قسمتی که 7 میشه. خب این جلسه پس شعرمون چی بود؟ بی آزار باشید و یزدان پرست. ممنون از شما. این پایان جلسه سوممون بود.